گاهی همه چیز رو داری ولی ذهنت هنوز شلوغه. شاید جوابش کمتر داشتن باشه، نه بیشتر. سلام، من الهام و اینم یه صفحه دیگه از دفتر خاطرات منه. به کانال یوتیوب الهه دایری خیلی خوش اومدید. چند سال پیش فکر می‌کردم هرچی بیشتر داشته باشم احساس امنیت و شادی بیشتری می‌کنم. ولی کم کم فهمیدم هر چیزی که وارد زندگیت می‌کنی یه گوشه از ذهنت رو اشغال می‌کنه. یک روز به جای خریدن چیز جدید شروع کردم به کنار گذاشتن چیزهایی که لازم نداشتم. اولش فقط چند تا لباس بود، بعد چند تا کتاب که میدونستم هرگز نمیخونم. بعد نوبت وسایل کوچیکی رسید که شاید ارزش مادی زیادی نداشتن ولی هر بار دیدنشون یه جور حس سنگینی می آورد. با هر چیزی که میرفتش دیگه یه گوشه از ذهنم هم خلوت‌تر میشد. دیگه هر لحظه رو با کار یا سرگرمی پر نمی‌کردم. کم کم دیدم حتی زمانم هم مینیمال‌تر شده. بعضی وقتا فقط مینشستم و به صدای پرنده‌ها گوش میدادم. مینیمالیسم یعنی انتخاب کردن، یعنی تصمیم بگیر چه چیزایی واقعاً باید بخشی از زندگیت باشن و بقیه رو با آرامش رها کنی. این فقط توی خونه اتفاق نمیافته، توی رابطه‌ها و افکارت هم هست. وقتی بی‌دلیل با همه در ارتباطی ذهنت شلوغ میشه، ولی وقتی فقط آدم‌هایی رو نگه می‌داری که بهت آرامش میدن، فضای بیشتری برای خودت پیدا می‌کنی. مینیمالیسم برای من یه جور آزادیه. آزادی از ترس جا موندن، از فشار بیشتر خواستن و از شلوغی بی‌دلیل. شاید برای شروع لازم نباشه همه چیز رو یه دفعه خالی کنی. فقط امروز یه چیز رو انتخاب کن که دیگه نمیخوای و بذار بره. تا صفحه بعدی بین سطرهای زندگی، بدرود.